خب الان اومده بودیم البیک، یکی از خفن ترین برندهای سعودی عربیه بچه‌ها. البیک ما اومدش، حاج محمد یه رونمایی از این البیک بکنه. بچه‌ها به دبی مال خوش اومدید. الان حاج محمد رسیده کجا ای گفتی؟ ما کف دبی مالیم بچه‌ها. بگیرم اینجا رو یه دونه مشتی. ببینید پارکینگ فشنش ما پارک کردیم با عمو شهاب پارک کردیم اینجا. ببینیم که طبقه 5 ما پارک کردیم. یکم مهمترین چیزایی که بچه‌ها باید یادتون باشه، حتما ماشین رو که پارک میکنید حتما پارکینگتون رو دقیق به یاد داشته باشید کجا پارک کردید، چون به چخ میرید. خیلی بزرگه، بعد اگه گم و گور کنید کلا دیگه تمومه دیگه. پیدا کردنش یه سری اپ مپ داره برای امار و اینا، میتونید در بیارید جای پارکینگتون رو، ولی شانسیه. من سری قبلی گم کرده بودم نشد که پیدا کنم. درسته همون شما؟ بله. دبی مال که شما وارد میشید جونم من بگیرم. بچه به دبی مال خوش آمدید. این قسمت یه قسمت مورد علاقه حاج محمده. من بگیرم دادا؟ نه گمم نمی کنی. ویکتوریا سیکرته داشت. من اینجا رو خیلی دوست دارم این برندو. یه دونه سایز یه توضیح میشه راجع به اینجا بدید؟ خیلی خوش اومدین به دبی مال. خیلی خوبه، خیلی قشنگه اینجا، ولی مثل مسقط آرامش نداره. پس بشینید تو مسقط، بیرون نیاید. دلیلش اصلا این نیست که نمیتونید بیرون بیاید، دلیلش اینه که اونجا آرامش دارید. از آرامش لذت ببرید. من میگم بریم که داشته باشیم. بچه‌ها اینجا خفن ترین برندهای دنیا نمایندگی دارن. هر چی که فکر کنید دایسونه داداش. بک دایسونه و جزو لوکس‌ترین و ناب‌ترین پاساژهای دنیا دبی مال. و واقعا اصلا این بغل ما ویرجینه. بده ویرجین رو بگیرم، بچه‌ها ویرجین رو ببینن. داده پیانو برامون میزنی؟ پیانو خوراکه. در کل فضا بسیار معنوی. کلا بچه دبی یه فضای خیلی رقابتی داره و تمامی برندهای خفن، تمامی هر چی فکر کنی بهتریناش تو دبیه. من این رو بخوام خدمتتون بگیرم کامل ببینید. بالنسیاگا رو بگیرم. میتونیم بریم نزدیکترش هم بگیریم. بالنسیاگا باس رو داریم، طبقه بالاتر باس. این ور دیور رو داریم. حاج محمد بندازه رو دیور یکم. این قسمت دیور رو داریم و هر چی که فکر کنید نابل محمدیاش تو این برند خفن هست. مثلا اون قسمت نایکی که میبینید، این نایکی خیلی بزرگه بچه و نابترین لوازم و بروزترین ها رو شما تو دبی میتونید پیدا کنید با کیفیت ترین متریال. و در کل که داستان خیلی بروز و بینولی داره. پله برقی انگار داری میری انگار داری میای. نگم برات به قرآن جان. این قسمت میباخ رو داریم بالا. عاشق برندهای میباخینگ و چیزای ناب محمدی هم نگم براتون. و به صورت کلی اینقدر بزرگ و وسیعه این دبی مال، هر چقدر بگردی تمام نمیشود. به مولا کافی شاپا رو نگم براتون و نابترین برندها با نازل ترین قیمت ها. اینجا قیمت اینجا بولگاریه اینجا موجودن و خیلی چیزای ناب و درجه یکی دارن. این وقت حالا جواهر فروشی و ساعت ماهت و اینا که براتون نگم. خفن ترین برندهای ساعت کف دبی مال شعبه دارن. نابیای محمدی و قیمت‌های محمدی. پسن شاب جان فیلیپین چیزی نمیخواد شما داده؟ من خرید و فردا انجام میدم چون که اوکی. گفتم اگه میخوای اینجا نمایندگی فیلیپه. گفتم از فیلیپین یه خریدی چیزی داری؟ جدی خونده؟ ورساچه، شنل. این قسمت بالنسیاگا رو داریم. اون قسمت که کلن کف داستانه. حاج محمد بالا بود الان اومده پایین. این قسمت بالنسیاگا چه چیزای نابی گذاشته حاجی. واو خیلی خوش رنگ ناب. نگم برات گذاشته واقعا. من که تشتکام ریختش دیدم. خب پشت سر حاج محمد اپل استور رو داریم دبی مال. حاج محمد یه دونه بگیره. من فقط جمعیت دبی مال رو بهتون نشون بدم که چقدر آدم تو اپلش فقط هستش. اشتکاتون میریزه. چه شلوغه حاجی. بد شلوغه. آیفون 15 هم خیلی وقت اومده حاجی. چرا انقدر شلوغه؟ میگم آیفون 15 هم خیلی وقت اومده. چرا انقدر اینجا شلوغه؟ داداش نمیدونم
خیلی زیاد جمعیت زیاده. آیفون 15 و همه چی داره. ناب. همون شب نظرت راجع به شلوغی اینجا چیه؟ شلوغ خیلی شلوغه. نظر خاصی نداری؟ آرامش نداره دیگه. این شلوغی شما من دوست نداشتم. یعنی خیلی میگن بیا. اونجا هم من یه چیز جالب میبینم زده سوشال هاوس. واو. چیزی که هست نمیدونیم چیه ولی میریم و در میاریم. برسیم پایین. خب الان اومده بودیم البیک، یکی از خفن ترین برندهای سعودی عربیه بچه‌ها. یه سری قبلی هم اومده بودم. صفش رو بهتون نشون بدم تو دبی مال. این برندشه، این لوگوشه بچه‌ها. این لوگوشه. یکی از نابترین برندهای نیم برات. همون شب صحبتی نداری شما؟ دادا سوشی نزنیم؟ آقا شاورمای اینجا چجوریه داستانش؟ شاورما نمیدونم چجوریه ولی یکی از شما صف رو بگید. یه صف خیلی نابی داره اینجا. بیا دیگه دو تا وایس جا رو بگید. اینجا تحویل میدن غذا رو و اونم بک قضیه است و اینم فود کورت دبی ماله نگم براتا. صف رو ببین عشق کن. خب آقا بعد از فکر کنم تقریبا الان که حاج محمد داره اینو میگه فکر کنم یه 20 دقیقه تو صف بودیم با بکس. من بگم با بکس اینجا منتظر بودیم که غذا آماده شه و تقریبا فکر کنم بعد از 20 دقیقه اونور تو صف بودیم. 20 دقیقه هم اینجا تو صف بودیم. 20 دقیقه اینجا 20 دقیقه اونور و الان هم منتظریم که غذا آماده شه دیگه. یه داستان دیگه هم که وجود داره اینجا مثلا زنبنای عرب و اینا خیلی حال نمیکنن ازشون فیلم بگیرید. بعد من الان داشتم یه فیلم میگرفتم سریع جا کردن صورتو. صفو ببین چقدر تمیز خط کشی کردن. ناب. خب بچه‌ها البیک ما اومدش. حاج محمد یه رونمایی از این البیک بکنه. بابا یه دقیقه وایسا دارم یوتیوب میگیرم دادا. یوتیوب دارم میگیرم. این چی همون شهاب؟ این دبل البیک 2020 فیتوچینو. بچه‌ها این کومبو گرفتیم 2 تا ساندویچ البیک. این 2 تا به علاوه این و قیمتش هم شده 2 تا ساندویچ برگر البیک با نوشابه و فرایز شده 27 درهم. میشه تقریبا 2.7 ریال عمانی. ساندویچش هم خوشیسه. نشونه بکس بدم. این هم ساندویچشه. خوشمزه است خوده.